سلام و درودی به پایان دوستان عزیز. صبح هر یک قدم شما را به خیر میگم. خداوند زنده و سربلند باشید. یک مراجعت، یک سخن برادری که به هر یک قدم شما همچو برادر سوید میتی میگم. تو دوستانی هستین که در سایت های مسنجری که دارید، ایما، واتساپ، وایبر و مقصد اینستاگرام، چی سایت هایی که دارید دوستان عزیز، هر یک ویدیویی که میپرتوین مردم، خود طرف رقاصگی باشه، طرف امر معروف باشه و کارهای خیر، یعنی که نیازمندانی باشه که به خاطر الله مثلا مردم خیر میکنن و ویدیو میکنن، همه حالتی در سایت هاتون پدیل استوری میگیم، در استوریات موندن، یعنی که دوره شده زمانه عصر 21 و زمانه شده که همین سایت های ما، یعنی که عالما یا تشخیص کرده برآمدن که همین سایت های ما نامه اعمال ما میشوند. یعنی چه خیل همین استوری که میمونی شما اگر که خیر باشه از وی مردم عبرت خوب گیرن، اولش خداوند و همون ملائکه دست چپ و راست در کتاب نامه اعمال ما می نویسن که کاری خیر، و اگر که بد باشه بد می نویسن. به همون خاطر حرکت کنید که کارهای خیر زیاد بمانید. استوریا را میبینن وقتی کاری خیر است، کمک است، میبینن، میبینی چشماش پشون گذشت نمیگیره، استورش نمینه. یک چیز دیگر که به معنی فچای نمیگیریم، به عزت نفس ایست کرد نمیرسیم، هیچ کس نه میمونن در همه خنده باشد، بازی باشد، پدیدیتش میکنن. آخر از همون یک مینوته که تمام پدیدیتش میکنی، یا استوری میکنی، خود بلاگر هستی، خود یگان کاری مقصد کارگری دولت هستی، خود یگان دهقان هستی، همه یکی داری بمانی انشاءالله. شاید با واسطه همون استوری شما یگان آدمی خیرخواهی ببینه و کمکی خودش را به خاطر الله در همون آدمی نیازمند برسونه. با همون خاطر دوستان عزیز در همین کارو کمک تنبل نشید. کارهایی که خیر است، من با کارهایی که مردم دیگر چیزا را میمونن کاردار نیستم، اما همین کارو او قدر دلگیر نشید. این سایت ها و این چیزای ایما و واتساپ و یوتیوب و این چیزا همش ورمینه. مثال اگر من پادپیس چقدر دارم، روز از روزها میکر شاید زبلکی رو چه یا که یگان روز همه به یگان سبب من همین کار را بس کنم، اما بعد میستی فکر میکنی که من یا وقتا 10,000 20,000 100,000 پادپیس داشتم، من چی کردم برای دولتم، برای خلقم، برای خلق مسلمان، من چی کردم، چی خوبی کردم. او وقت با خودت سوال میدید، میگی شاید مثل چخیل هسته، مثل همینه که در وقتش نماز که میخونی، مثلا میگین سالای یوشی در 20 21 22 تا 25 تا 30 میگو الحمدلله من روزه و نماز ما گرفتگیم، پشیمانی میگن که بجز روزه و نماز مقصد به همه چیزش دیگه پشیمانی دارن. همه مثل همه، یعنی روز میشه میگو که من کردم، یکی میبینی میگو مرده که من یه وقتو استوریش کردم و واسطه همین استوری من 10,000 5,000 100 روبل 200 روبل مردم خیر کردم. با همون خاطر در همین کارا دوستان عزیز اونقدر تنبل نشه، حرکت کنه که میبینه یک کاری خیره همه استوریش که پدلیتش که در 5 آدم مقصد در اینستاگرام خیلی مثل سمالوتک میچخن در استوری ایموها تو بمونه. با همون خاطر دوستان عزیز رحمت کنه پدر مادر هر یک قدم که در کارهایی که خیر ما میکنیم به خاطر الله، جز به خاطر الله چیزی نیست، شما دستگیری میکنید. پدلیت هم بسیار میبینم. و اون خاطر به خاطر الله همه شما را، خلق تاجیک، خلق مسلمانی من، خلق با ننگ ناموس که الحمدلله ای دوره کرانتین تا حاضر، یعنی که تمامی دولت روی دنیا خلق تاجیک گفت که در دوره کرانتین خلقی بود که چی بود؟ فقط تاجیکستان در روسیه، یعنی گفتن چی از امریکا بود، از همه دولت، یعنی دیدن که یکمین تاجیکستان خلق تاجیکی که در مهاجر در آسیا بود دستگیری همدیگه را کردن که خواهر ما و مادر ما گشنه نمون. با اون خاطر همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم. دوستانی من، دوستانی خلق ناحیه رشت، یعنی که دوستانی من خلق غرم که من خودم از غرم هستم، همه تا دوست می‌دارم. برادرها و همسینفایی که هست بودند الحمدلله. کمک شکایت میکنه که او وقت نمیوید، با الله شاید که وقتم خیلی کم است. در یک کار هستیم در کار حجامت که حجامت چیزی است که متاسفانه وقت نمیوید هر روز هر یک زمان در علاقه باشی، یعنی دستا
ҳама вақт банд ҳастанд. Перчатка каждага при равған ҳиҷома карда ва массаж мекунӣ. ба ҳамн хотир дӯстони азиз мара бифаҳмед, ба хотири Аллоҳ агар ягон чи боша аз шумо бахшиш мепарсам, ванам шуморо бахшидам. худованд нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад. дӯстони азиз дӯсту медорам, саломат бошед. раҳмат кунад падару модари ҳар як қадамта ки мақсад дастгири халқи муҳоҷир, дастгири халқи камбизоат, яъне ниёзманд ва бечора ҳасте, падару модароне ки дар ҳақиқатан ниёз доранд. ба ҳамон хотир дӯсту медорам, раҳмат кунад як борга падару модари ҳар як қадамта. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. дӯсту медорам, саломат бошед.